سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال آشپزی با سمانه خیلی خوش اومدین. امروز اومدم با آموزش طرز تهیه یه دسر یلدایی خوشمزه که دیگه فکر نکنم هیچ دسری مثل این راحت باشه. پس اگه موافق باشین با هم بریم این دسر یلدایی که بافت خیلی نرم و لطیفی هم داره رو با هم دیگه درست کنیم. لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب برای این دسر خوشمزه فقط نیاز داریم به یک بسته ژله انار، یک لیوان فرانسوی آب جوش، یک لیوان فرانسوی شیر، 100 گرم خامی صبحانه و یک قاشق غذاخوری پودر گند. ابتدا ژله انار رو با یک لیوان آب جوش کاملا حل می‌کنیم. وقتی که همه ذرات ژله تو آب جوش حل شد و ژله از داغی افتاد و به دمای محیط رسید، شیر به دمای محیط رسیده رو هم اضافه می‌کنیم. اگه شیر سرد باشه و ژله هم داغ باشه، شیر تو ژله میبره. پس شیر و ژله باید همدما باشن. بعد 100 گرم خامی صبحانه رو اضافه می‌کنیم. بعد اینکه خامه رو هم حل کردیم، میتونید از صافی رد کنید. و در آخر یک قاشق غذاخوری پودر گند رو هم اضافه می‌کنیم. میتونید از قالب یا مثل من از ظرفای تک نفره استفاده کنید. دسر رو میریزیم تو ظرف مورد نظر. و به مدت 2 ساعت میذاریم تو یخچال تا کاملا ببنده. بعد 2 ساعت که کاملا بست، میتونید با انار و خلال پسته تزیینش کنید. اینم از دسر خوشمزه و راحت یلدایی ما. حتما برای شب یلدا درست کنید که مطمئنم خوشتون میاد. خیلی خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو برای حمایت و آموزش رسیپی‌های خوشمزه دیگه فالو داشته باشین. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. یلداتونم پیشاپیش مبارک باشه.